سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر محمدی پور هستم، مدرس و معامله‌گر از آکادمی ترید تاک. این اولین ویدیو از سری جدید ویدیوهای ترید تاک. این سری ویدیوها قراره به اسم 7 مرحله تا تبدیل شدن به یک معامله‌گر ICT در اختیار شما همراهان عزیز قرار بگیره. توی قدم اول قراره به مفاهیم اولیه‌ای که از نظر من پیش نیاز قدم‌های بعدی خواهد بود بپردازیم. از این رو با ساده ترین مفاهیم شروع می‌کنیم و باز هم از نظر من یکی از ساده ترین و مهمترین مفاهیمی که باید با اون آشنا بشید مفهوم اوپن های لو کلوز و اوپن لو های کلوز. Open High Low Close به اختصار با OHLC و Open Low High Close به ekhtasar با OLHC نمایش داده میشه. این مفهوم بسیار ساده به نظر میاد، اما یکی از مفاهیمیه که اگر با دقت زیادی بهش توجه کنید اون موقع میتونید جواب خیلی از سوالاتتون رو بگیرید. ضمن اینکه در مورد کاربردش هم در آینده صحبت میکنیم. خب چیزی که توی تصویر میبینید یه کندل سعودیه که 4 تا سطح مهم داره. اول سقف این کندل یا های، دوم لو یا کف این کندل، سوم اوپن، این سطحیه که کندل از اینجا شروع به حرکت کرده، یعنی از نظر زمانی اینجا شروع شده، و اینم لول یا سطحیه که کندل بسته شده و با کلوز نشونش میدیم که این در واقع اوپن میشه سومین سطح مهم و کلوز میشه 4مین سطح یا آخرین سطح مهمی که یک کندل رو تشکیل میده. ما به صورت پیشفرض این مکانیزم شکلگیری این کندل رو اینجوری در نظر میگیریم که اول قیمت از اینجا توی تایمی شروع به حرکت کرده، بعد میره و این لو رو به ما میده، اینو در واقع این حرکت رو شکل میده و این لو رو به وجود میاره. بعد از اون حرکت میکنه به سمت این های بالا و این لول اینجا رو برای ما درست میکنه، میرسه به اینجا و در مرحله آخر این حرکت نزولی رو انجام میده و اینجا بسته میشه. در مورد این کندل نزولی هم ماجرا کاملا برعکسه، یعنی قیمت توی تایم خاصی اینجا توی این لول از کندل شروع به حرکت میکنه. اول میره این بالا، این سطح های یا سقف کندل رو درست میکنه، بعد از اون حرکت میکنه و میاد این لو رو درست میکنه، این سطح لو یا کف رو شکل میده و بعد از اون بر میگرده به این لول یا همون کلوز یا جایی که قیمت بسته میشه. یعنی این حرکت صعودی رو در مرحله آخر انجام میده و اینجا جاییه که کندل ما بسته میشه. حالا اما من میدونم شما ممکنه از خودتون سوال بپرسید چجوری قراره این مسئله به ما کمک کنه. واقعیت اینه که در اکثر اوقات میبینیم که یک کندل دقیقاً همون روند پیش‌فرضی رو که در موردش صحبت کردیم طی میکنه. یعنی از زمان باز شدن تا وقتی که کندل بسته میشه دقیقاً به همون صورتی که من الان در موردش صحبت کردم اون روند رو طی میکنه. منظورم اینه که اگه کندل ما صعودی باشه، مثل چیزی که سمت راست تصویر میبینید، اینجا قیمت شروع به حرکت میکنه، یعنی اینجا کندل ما شروع میشه، بعد این قیمت میاد پایین و این سطح رو شکل میده و در واقع لولی رو به ما میده که همون لو هست، بعدم حرکت میکنه به سمت این سقف، شکل دادن این سقف، بعدم این حرکت آخر نزولی و این دقیقاً الگوریتمیه که یک کندل صعودی برای شکل گرفتن طی میکنه. دقیقاً به همین صورت
و البته دقیقاً به همین صورت کندل نزولی ما اینجا شروع به حرکت میکنه، میره بالا، این های رو درست میکنه و بعد از اون به سمت پایین حرکت میکنه و این لو رو درست میکنه. ببینید دقت کنید به ترتیب اوپن اینجا شروع میکنه کندل، بعد میره این سطح بالا رو شکل میده، بعد از اونجا حرکت میکنه به سمت این کف، این ناحیه، و بعد در نهایت یه حرکت خلاف روند کندل اصلی در واقع انجام میده. این چیزیه که ما به صورت پیش‌فرض قبول داریم و معمولا هم میبینیم کندل‌های صعودی و کندل‌های نزولی به همین ترتیبی که خدمتتون عرض کردم شکل میگیره. مسئله اینه که اگر بخوام بیشتر در مورد این موضوع و نحوه اثرگذاریش روی نگاه ما به حرکت قیمت توضیح بدم، باید بگم که ما وقتی که قبول میکنیم که کندل صعودی ما به این صورتی که من در موردش صحبت کردم شکل میگیره، یعنی از اینجا شروع میکنه از اوپن، بعد میاد این لو رو شکل میده، بعد حرکت میکنه، این میرسه به این لول یا سطح که همون های یا سقف کندل ماست، بعدم در سطح یا لولی که همون کلوزمون هست بسته میشه. کاری که ما باید بکنیم اینه که این حرکت رو تشخیص بدیم. یعنی ما یه پیش‌فرض داریم که فکر میکنیم کندلمون قرار صعودی باشه. مادامی که همچین پیش‌فرضی داریم و فکر میکنیم کندل ما قرار صعودی باشه، با پیدا کردن این حرکت نزولی میتونیم با قیمت همراه بشیم برای رسیدن به این لول بالا و بعدم خب در نهایت تو این لول که بسته میشه کندل. این چیزیه که من میخوام شما درکش کنید. و در مورد حرکت نزولی هم دقیقاً برعکس دیگه. اگر پیش‌فرض ما این باشه که کندل ما قرار نزولی باشه، شما اینجا که کندل شروع به حرکت میکنه، این چیزیه که بازار بهتون نشون میده، بعد این حرکت خلاف جهت رو میبینید و بعد از اون وقتی که اینو تشخیص بدین که خلاف جهتیه که قرار کندل شکل بگیره، اون موقع میتونید با قیمت همراه بشید برای رسیدن به این سطح پایین، لو یا در نهایت کلوز که کندل ما بسته میشه. اما یه نکته رو من بهتون بگم، این که این حرکت در واقع نزولی برای کندل‌های صعودی رو چجوری تشخیص بدیم و یا در مورد این کندل نزولی این حرکت صعودی رو از کجا تشخیص بدیم، این چیزیه که ما بعداً بهش میپردازیم. من تو این مرحله صرفاً میخوام شما رو با نحوه شکل گرفتن کندل آشنا کنم. به خاطر همین چند تا مثال میزنم که ببینید یک کندل صعودی در واقع توی واقعیت نه روی شماتیک به چه صورتی شکل میگیره یا یک کندل نزولی. خب بچه‌ها، من اولین مثال رو اینجوری میزنم که در واقع میخوام بدونید این کندلی که اینجا میبینید، خب این یه ایندیکیتور دیگه که در واقع داره کندل روزانه رو به من نشون میده و این کندل روزانه قراره 24 تا از این کندلای یک ساعته تبدیل بشه به این کندل روزانه. من میخوام نحوه شکل گرفتن یک کندل روزانه رو شما اینجا دقیقاً ببینید و متوجه بشید که من منظورم از توضیحاتی که قبلتر در مورد نحوه شکل گرفتن یک کندل ارائه دادم چیه دقیقاً. پس این یک کندل روزانه است و اینجا هم کندلای یک ساعتی رو میبینید، یک ساعته رو میبینید که قراره در نهایت یک کندل روزانه رو شکل بده. چیزی که من قبلتر در موردش صحبت کردم این بود که کندل روزانه ما اگه قرار باشه صعودی باشه، اول باید بیاد لو خودشو در واقع ثبت کنه، بعد از اون لو حرکت کنه. در واقع اینجوری کندل روزانه ما اینجا باز شده، اول بیاد لو خودشو پیدا کنه، بعد حرکت کنه به سمت های خودش، بعد حرکت کنه به سمت لولی که قراره کلوز کنه دیگه، یعنی بسته بشه کندل. اگر قرار باشه که کندل ما صعودی باشه. اگر قرار باشه کندل ما نزولی باشه، ما تفکرمون اینه که اینجا کندل باز شده، اول میره های خودش رو شکل میده، بعد میاد لو خودش رو پیدا میکنه، بعدم توی یه لولی بسته میشه. پس تفکر ما یکی از این دو حالته، چون معمولاً چیزی که انتظار داریم از قیمت اینه که یکی از این دوتا رفتار نشون بده. حالا اینکه تفکر ما این باشه که کندل صعودی میشه یا کندل مثلا این روزانه، کندل روزانه ما صعودی میشه یا نزولی میشه،
این دیگه بستگی داره به این که ما چجوری باعثمون رو ارزیابی کنیم، مربوط به یه مبحث دیگه است. الان در موردش صحبت نمی کنم، بعداً در موردش صحبت میکنیم جلوتر که بریم. پس من الان تفکرم اینه که باید یکی از این دوتا حالت رو ببینم. حرکت قبلی قیمت نزولی بوده، الان میخوام اینجوری تصور کنم که کندل روزانه من نزولیه. چرا؟ چون حرکت قبلیش نزولی بوده و من الان کاری ندارم به این که چرا نزولیه یا قراره مثلا اصلا نزولی بشه یا صعودی بشه. ممکنه اصلا صعودی بشه، ممکنه نزولی بشه. منتها چون که حرکت قبلی نزولی بوده، من میخوام شما اینجوری تصور کنید که قراره که این کندل روزانه‌ای که میبینید یه کندل نزولی باشه. پس اگر قرار کندل من نزولی باشه، باید رفتاری که میبینم این باشه. یعنی اول کندل من بره های خودش رو درست کنه، بعد بیاد پایین برسه به لولی که من بهش میگم لو یا کف کندل، بعدم در نهایت توی یه لولی بسته بشه دیگه. و این چیزی که من انتظار دارم. حالا میخوایم با هم بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همونطوری که میبینید دقیقاً همون اتفاقی که ما میخواستیم افتاد. یعنی این شماتیکی که اینجا میبینیم اینجا توی واقعیت روی نمودار اتفاق افتاد. اول از اینجا کندل باز شد، کندل روزانه حرکت کرد، رفت های خودش رو درست کرد، هایش اینجا بود، اوپنش همین جایی که داریم میبینیم این لو بود، بعدم در نهایت تو این لول بسته شد. پس تصور ما از یک کندل نزولی اینه که اینجا باز میشه، حرکت میکنه، میره های خودش رو درست میکنه، بعد میاد لو خودش رو در واقع پیدا میکنه که مثلا اینجا میشه، بعدم در نهایت اینجا کلوز میکنه. همین تفکر رو میخوایم در مورد کندل روز بعد جلو ببریم. یعنی من الان با این تصوری که حرکت ما نزولی بوده، بازم میخوام فکر کنم که حرکت کندل بعدی من، یعنی کندل بعدی روزانه من قرار نزولی باشه. پس من تصورم اینه که اول هایش رو درست کنه، بعد بیاد لو خودش رو درست کنه، بعدم در واقع برسه به اون لولی که کندل بسته میشه. حالا اگرم این کندل روزانه من صعودی بشه، برعکس میشه دیگه. یعنی اینجا اوپن بوده، میاد پایین لوش رو درست میکنه، بعد حرکت میکنه به سمت بالا، های درست میکنه و بعدم توی لول در واقع پایین تر کلوز میکنه. بازم میریم جلو ببینیم این کندل روزانه ما به چه شکلی رقم میخوره. چیزی که اتفاق افتاد این بود که کندل ما اینجا باز شد. من شماتیکش رو اینجوری میکشم. کندل ما صعودی، کندل روزانمون صعودی بود دیگه، اومد تا این لو، بعد حرکت کرد رفت تا این های، بعدم اومد اینجا بسته شد. کندل روزانه ما صعودی بود و شماتیکش هم دقیقاً به همون صورتی که میخواستیم. یعنی اینجا اوپن، همون صورتی که در واقع پیش فرض ما بود. اینجا اوپن بود، بعد اومد اینجا لوشو درست کرد، بعد رفت رسید به های، بعدم اومد اینجا رسید به در واقع سطحی که کندل بسته شد. این یک کندل روزانه صعودی، این یک کندل روزانه نزولی و شماتیکی که ما از قبل میتونستیم تصور کنیم. حالا من میخوام یه لول عمیق‌تر نگاه کنم به مسئله و بیام یه مثال کاربردی تر بزنم. ما اینجا در مورد این روز که یک کندل نزولی بود، کندل روزانمون، و این روزی که کندل روزانمون صعودی بود صحبت کردیم، نحوه شکل گرفتن کندل رو دیدیم با هم. الان من میخوام یه لول برم جلوتر، یه قدم برم جلوتر، عمیق‌تر بشم تو این مسئله
و یه کاربرد مشخصتری از این مسئله رو، از این مفهوم رو ارائه کنم بهتون. ببینید من اینجا تفکرم چیه؟ البته اینایی که من الان دارم میگم هیچ کدومش چیزی نیست که من انتظار داشته باشم شما حتی الان متوجهش بشین، ولی شما صرفا اینایی که الان دارم میگم و به عنوان در واقع مفهومی که از قبل قبول دارید، یعنی نیازی به اثبات نداره، نیازی به یاد گرفتن نداره. منظورم اینه که الان من میخوام بهتون بگم قیمت از اینجا شروع کرده رفته به اینجا رسیده، بعد اومده این سطح از نقدینگی گرفته. اینکه نقدینگی چیه، اینکه چه استفاده‌ای داره، من بعداً کاملا در مورد صحبت میکنم. اینا رو گفتم که بدونید من با یه تفکر خاصی انتظار دارم الان این کف گرفته بشه. چرا؟ چون اینجا گرفته شده، بعدم اون نشونه های نزولی رو به من نشون داده که من متقاعد شم میخوام به این کف برسم. قیمت قراره به این سطح، به سمت این سطح حرکت کنه. حالا من همچنان روی در واقع نمودار یک ساعتم، اینم که یورو یو اس تی دیگه، تایم فریم یک ساعته یورو یو اس تی هم. تفکرم چیه؟ اینه که من کندل روزانه، یعنی این روزی که قراره جلوتر ببینم، یه کندل نزولی قراره باشه. خب یعنی حداقلش اینه که تا موقعی که به این لولی که من میخوام قیمت برسه، تا اون موقع یه روند نزولی رو ببینم، یعنی یه کندل روزانه نزولی رو ببینم. پس تفکر من باید چی باشه؟ تفکر من باید این باشه که اینجا اوپنه. این اوپن من قرار شد چی کار کنه؟ قرار شد که اول بره بالا، های رو درست کنه، بعد بیاد پایین این لو رو درست کنه که من میخوام این کف باشه، بعدش برگرده اینجا و اون کندل روزانه رو ببنده. یا حداقلش اینه که تا موقعی که به این لول برسه میخوام همچین رفتار رو ببینم از قیمت. پس دور از ذهن نیست دیگه، من قبلا اینو بررسی کردم. حالا میخوام برم جلو بهتون نشون بدم که چجوری این تفکر میتونه به من کمک کنه در راستای تحلیلایی که میخوام داشته باشم. اگر قرار باشه که قیمت به سمت بالا بره، احتمالاً یا باید این نقدینگی رو بگیره. گفتم که من در مورد نقدینگی الان من هنوز هیچی نگفتم و شما هم هیچی نمیدونید، صرفا این یه نشونه است، دارم بهش اشاره میکنم، ذهنتون آماده تر میشه، بعدا میام مفصل در موردش صحبت میکنم. یا این نقدینگی میگیره یا مثلا میاد مثلا به این نقدینگی میرسه، یه تارگتی داره دیگه، یا این سطح یا این سطح. پس میره اونجا اول به این دوتا لول، یکی از این دوتا لول یا هر دوتاش میرسه، بعد حرکت میکنه به سمت پایین، یعنی اون رفتاری که من میخوام و در واقع دنبال میکنه دیگه. و من تو این مسیر اگر همچین چیزی ببینم میتونم که باهاش همراه بشم برای این حرکت نزولی. حالا میرم جلو. خب رفت بالا، دقیقاً رفت بالا یکی از اون سطح ها، بعدم این حرکت نزولی رو انجام داد. الان تفکر من چی باید باشه؟ این باید باشه که آقا من این رفتم رسیدم به این نقدینگی، اون واکنشی که میخواستم و گرفتم، الان قرار حرکت من نزولی باشه. به سمت چی؟ به سمت این لول پایین. پس ما اینجوری معامله نمی کنیم بچه‌ها، خودتونم میدونید، صرفاً دارم بهتون کاربرد این مفهوم رو نشون میدم. جلوتر خیلی ریز میشیم، خیلی با جزئیات در مورد همه ابعاد ماجرا صحبت میکنیم. فعلا فقط میخوام ببینید که یه همچین مفهومی چقدر میتونه بهتون کمک کنه توی مسیر تحلیل و معاملاتتون. اینجا رسید به جایی که من میخواستم. اینجا شروع که این ببخشید من اینجا وارد معامله شدم، اینجا رسیدم به تارگت. 3 تا ریوارد داشت. من الان اصلا نه در مورد ورود میخوام صحبت کنم، نه در مورد چگونگی معامله، نه در مورد چگونگی تحلیل. فقط صرفا میخوام کاربرد این شماتیک رو ببینید. این شماتیکی که من قبلتر در موردش
صحبت کردم و شما الان میخوام این کاربرد این شماتیک رو ببینید که من اگر تفکرم از حرکت قیمت، در واقع تفکر من از حرکت قیمت توی کندل بعدی، یعنی مثلا کندل روزانه بعدی این باشه که بعد برسه به اینجا، اون موقع به این نحو از این شماتیک میتونم استفاده کنم و معامله کنم و تحلیل کنم. اصلا بعضی وقتا هست تحلیل میکنیم، تحلیلمون هم درسته، معامله ای انجام نمیشه یا اصلا ورودی بهمون نمیده، چه اشکال داره؟ صرفاً اون نگاهی که ما داشتیم اتفاق افتاده و این خودش خیلی ارزشمنده. توی طولانی مدت، توی بلند مدت در واقع میتونه شما رو اول به یه تحلیلگر خیلی خوب تبدیل کنه و بعدم به یه معامله‌گر خیلی خوب و درجه یک. چیزی که من میخواستم شما ببینید این بود که این مفاهیم کاربرد دارن. کاربردش هم الان گفتم. شما الان باید برین تمرین کنید، باید برین نحوه شکل گرفتن کندله. الان من دیلی رو مثال زدم، شما برین 4 ساعته رو نگاه کنید، برین ویکلی رو نگاه کنید، ببینید چه جوری شکل میگیره. آیا این شماتیکی که من بهتون نشون دادم توی 3 تا کندل قبلی، 3 تا کندل دیلی قبلی، آیا کار میکنه یا من همینجوری برای خودم یه چیزی گفتم؟ پس کاری که شما میکنید قرار این باشه که برید دونه دونه بررسی کنید، ببینید این کندلا چجوری شکل میگیرن. یه نکته دیگه بهتون بگم، این که سعی کنید حتما ویدیوها رو از طریق یوتیوب ببینید، به خاطر اینکه ما تلاشمون اینه که کارمون رو توسعه بدیم. کارمون هم زمانی میتونیم توسعه بدیم که افراد بیشتری بتونن از این مطالب استفاده کنن و این خیلی 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 برای من اهمیت داره، چون که ما داریم یه زمانی میذاریم، یه کاری داریم انجام میدیم و من ترجیح همینه که منافعش برای افراد بیشتری در واقع برای افراد بیشتری منفعت داشته باشه و این خیلی مسئله مهمیه. از طریق تلگرام ما همچین امکانی نداریم، ولی از طریق یوتیوب، خب یوتیوب یه الگوریتمی داره این ویدیوها رو سجست میکنه مثل اینستاگرام و این امکان رو فراهم میکنه که همه این ویدیوها رو، یعنی افراد بیشتری این ویدیوها رو ببینن و این چیزیه که من میخوام و اساسا پوینت همه این تلاش و زحمت و زمانی که ما داریم بابت این ویدیوها میکشیم اینه که افراد بیشتری بتونن از منافعی که در واقع این آموزش ها میتونه براشون به هر مقام بیاره بهره مند بشن. پس حتما ویدیوها رو اینجا توی در واقع یوتیوب ببینید و نکته دیگه باقی نمیمونه. این پلتفرم هم یه پلتفرم خیلی خوبه به اسم FX Reply که میتونید ازش استفاده کنید. خیلی بهتر از فرازه و خب خیلی ارزونتر از تریدینگ ویوه و برای بک تست گرفتن امکانات بیشتری داره. حالا من سعی میکنم کارا رو روی این پلتفرم در واقع FX Reply بهتون نشون بدم که کاربردش هم ببینید. خیلی هم فرق نداره، مثل تریدینگ ویو دقت خوبی داره تو همه تایم فریم ها و مثل تریدینگ ویو هیچی از تریدینگ ویو کم نداره، تازه یه جایی هم میتونید ازش بهتر استفاده کنید، یعنی بهتر از تریدینگ ویو میتونید ازش استفاده کنید. نکته دیگه باقی نمیمونه، این مفاهیم اولیه رو دست کم نگیرید. هر آنچه که بعداً به صورت پیشرفته میتونیم عنوان کنیم همش اداپت شده، همش اقتباس شده از همین مفاهیم در واقع اولیه. دیگه بیشتر از این وقت ارزشمندتون رو نمیگیرم. در نیابد حال پخته هیچ کام، پس سخن کوتاه باید و سلام. تا ویدیوی بعدی، فعلا.